درود شجاعها به چینل شجاع محمدی خوش آمدید. امیدوار هستم روز خوب و خوش و سرشار از عشق داشته بوده باشید. بچه امروز آمدیم با یک ویدیو جذاب دیدنی دیگه در خدمت شما دوستا هستم. انشالله ویدیو را تا آخر ببینید. بچه ها ویدیو امروز در رابطه با قوی ترین اسکورت های دنیا که مربوط کدام رئیس جمهور کدام مملکت میشه آوردیم امروز در یک نظرسنجی که ما کردیم و از طریق هوش مصنوی ما پرسان کردیم 5 رئیس جمهوری که بیشترین و خطرناکترین اسکورت در دنیا داره. رئیس جمهور ترکیه است، روسیه، امریکا، کره شمالی. یکش میمونیم داخل که کی از او رئیس جمهوری که خطرناکترین و قوی ترین ارتش و اسکورت در دنیا داره. امیدوار هستم از ویدیو خوشتان بیاد. تا آخر ویدیو با ما باشه و ویدیو را حمایت کنید دوستا، شریک بسازید با دوستا و رفیقای دیگه تان تا که ویدیوی ما بیشتر دیده شود. بریم سمت ویدیو. Let's go. بچه در بین از این 5 کشور خطرناک رتبه پنجم کشور ترکیه رئیس جمهور ترکیه گرفته که میریم میبینیم ویدیوش که چگونه اسکورت میشه توسط بادیگارداش. یا دیگه اگر قوی هم نباشه با ساوندک های بسیار مقبولی که مردم ترکیه استفاده میکنن بسیار مقبول میسازه، افکتش بالا میسازه. رتبه چهارم از این نظرسنجی دوستان مربوط میشه به رهبر کره شمالی. نامش یک ذره سخت بود. مربوط از او میشه. او هم واقعیت بسیار یکی از اسکورت های قوی در جهان به خود داره که بسیار جالب هم است. در اینجا ویدیوش میبینیم. رهبر کره شمالی با اینمی تیمه که 4 طرف موترش احاطه کردن و از پشت موترش میدوان. با اینمیش مشهور است در جهان. اینمی تیم که است هر نوع خطر به جان میخرند دیگه. هر نوع را بسیار قوی است. این دیگه در جهان اسکورت رهبر کره شمالی به اینمی تیم شناخته میشه. ناگفتن اما موتر بنز در کشور کره شمالی برده نمیشه چرا که تحریم است توسط کشورهای اروپایی و این را میگن بسیار به سختی موتر که ما جستجو کردم این موتر به بسیار سختی از طریق قاچاق به او کشور رساندن به خاطر رهبر کره شمالی. این هم یکی از سفرهای رهبر کره شمالی در هوا است. وقتی که از یک مسیر دور میره بدر سفر میکنه در هوا چگونه اسکورت میشه. جیتای جنگی در اطراف طیاره شخصی رهبر کره شمالی است. برخلاف خیلی باورها رتبه سوم این نظرسنجی را رئیس جمهور امریکا گرفته. بریم میبینیم ویدیوی اسکورت رئیس جمهور امریکا را که در مسیرهای راه چه قسم اسکورت میشه. و ایام یک قطار از سرکا که میره. به نظر ما
بیخی حق تلفی شده. رتبه دومی نظرسنجی را رئیس جمهور گرفته که فعلا جهان تکان داده. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گرفته. بریم ببینیم که این چه رقم در سرکا و در هوا. یک ویدیو بسیار جالب از زیر دعوا مدارم براتون میبینیم. این بر ما بسیار جالب بود، اسکورت کردن این بادیگارد رئیس جمهور پوتین که سر هیچ کس اعتبار نداره، حتی به نزدیکترین کسایی که هر کس خود به پیش رئیس جمهور خود رسانده نمیتونه، وقتی که میرسانم سر اونمو مردم اعتبار نیست. بسیار دقیق سعی که ویدیو را یکی از جنرالا بوده این بادیگاردش، البته شده بعدن. این اسکورت هوایی رئیس جمهور روسیه است ولادیمیر پوتین که در هوا به نظر من که از بخوایم را زدن نمیتونه. ایره دیگه کسی اگر بخوایم هیچ ضرری برش رسونده نمیتونه. خشت واری جیتا را چینده. طالب است که در این نظرسنجی رتبه اول ابرقدرت اقتصاد جهان کشور چین گرفته. رهبر چین با شان شوکت و به بسیار اسکورت بالا در سرکار رفت آمد و مرور میکنه. اما قسم دعوا بریم ویدیو از او را ببینیم و نظر شما مهم است دوستا. به نظر شما از بین از این 5 کشور کدامشان قوی ترین و منظم ترین اسکورت داشتن؟ در این ویدیو فکر میکنم رهبر چین به یکی از کشورها به مهمانی رفته به نظرم، ولی ممکن است که نرفته باشه و در داخل خود چین باشه. این ویدیو بریم ببینیمش. خیلی تعداد موتران زیاد است. تشکر بچه ها که تا ایدم با ما بوده. خدا کنه ویدیو براتون خسته کن نشده باشد. تا آخر ایدم تا اینجا که آمدی حتما بر ما یک قلب و یک لایک بانه، به خاطر که من تشویق شوم و برنامه ها را بهتر و بهترتر بسازم. سپاسگزار از تک تک شما خوب هستم. جهان سپاس. نظراتتون در بخش کامنت حتما نوشته کنید، به ما بسیار کمک میکنه. جانم است به الله حق میسپارمتان. نامردی قیمت رفاقت را برم روشن کرد. حالا میفهمم بعضی ها را باید خرج کرد، نه ای که پسند. در افراد سربلند باشید. به الله حق میسپارمتان.